سلام به همگی، امیدوارم حالتون عالی باشه. علیرضا هستم. قراره که داخل این ویدیو بپردازیم به شرایط مارکت. اگه خاطرتون باشه ما یه همچین خط روندی برای بیت کوین داشتیم و گفته بودم که به اولین اوردر بلاک که برسه میتونه یه برگشتی رو ایجاد بکنه. اوکی، اوردر بلاکش حالا میتونه اینجا باشه یا میتونه اینجا باشه. اوکی، و این میشه اولین اوردر بلاک ما که بهش واکنش نشون داد و موجب شد که بیت کوین همینجا درجا بزنه. اوکی، انتظار حرکت سودی داریم. خب ولی زمانی انتظار حرکت سودی رو داریم که بالای 95400 دلار کندل 4 ساعته ببینیم. در غیر این صورت میتونه بیت کوین اینجا بیاد درجا بزنه برای ما و بعد ادامه روند نزولی رو ادامه بده. اوکی، به این صورت پس به این چشم بهش نگاه بکنید که بیاد نقدینگی اینجا رو برای ما بزنه. نقدینگی که این فضا وجود داره، بیت کوین میتونه بیاد اینجا رو بزنه و بعد از اینجا ما انتظار حرکت سعودی رو داریم، یعنی از اینجا بیاد ادامه روند سعودی رو بره. اوکی، پس اینجا رو مد نظرتون بگیرید، یه ناحیه‌ای که هنوز مصرف نشده. اوکی، پر از نقدینگی، هنوز مصرف نشده، به عنوان چیزی که برامون مهمه. پس دو تا سناریو داره بیت کوین تو این فضایی که داره رنج میزنه. بالای 95 و 400 کندل بست، کندل 4 ساعته بست، ادامه روند سعودی. اگه زیر 93783 دلار اینجا بیاد کندل 4 ساعته ببنده، میتونه خودشو به ناحیه 92000 دلار تا 91000 دلار برسونه. اوکی، این فضاییه که میتونه حالا از اینجا موجب برگشت بیت کوین بشه یا میتونه از 95400 موجب برگشت بیت کوین بشه. اینجا فضاییه که داره تصمیم میگیره. اوکی، چیزی که نگهش داشته همین اوردر بلاکیه که دیروزم براتون کشیده بودم. حرف جدیدی نداره بیت کوین براتون بزنم. فعلا همین دوتا سناریو رو مد نظرتون داشته باشید که بیایم بررسی بکنیم. ببینید دامیننس تتر برامون چی داره. دامیننس تتر یه همچین خطی رو براتون کشیدم. میتونه خودش رو به 5.25 برسونه. این ناحیه این فضا رو هم هانتش کنه. اینجا فیل و رو گپه، باید بیاد پرش بکنه. اینجا هم فضاییه که نقدینگی به شدت بالایی توی ارزها داره و باید بیاد هانتش بکنه و خب از اینجا میتونه یه ریزش خوبی رو به ما بده. یعنی از اینجا بتونه یه همچین ریزشی رو به ما بده، تقریبا 4% میتونه توی بیت کوین اثرگذار باشه و یه حرکت سعودی از بیت کوین از 91000 تا 90000 دلار، 90 تا 91000 دلار به سمت بالا داشته باشیم. اوکی، اینو مد نظرتون داشته باشید. اینجا رو ممکنه بیاد هانت بکنه، بعد به سمت پایین حرکت بکنه، این فیل میکنه اینجا رو. اوکی، بیایم سراغ دامیننس بیت کوین. دامیننس بیت کوین هیچ حرفی نداره برای ما، هیچ حرفی نداره که برای ما بزنه و همچنان روند سعودیشو داره ادامه میده. یه خط روندی هم اینجا داره برای ما درست کرده. اینا به درد نمیخوره. ببین 1 2 3 4 ممکن اینجا رو بیاد بشکنه، بیاد به اینجا ناحیه 6422 بعد دوباره بره بالا. این به درد ما نمیخوره. اوکی، این به درد ما نمیخوره و دیروز خدمتتون گفتم دامیننس تتر اینجا آمده 2 تا کندل سبز برای ما زده، ولی دامیننس بیت کوین 2 تا کندل قرمز اینجا برای ما زده. خب این به درد نمیخوره دیگه، عمل معکوسه. باید هر جفتشون ریزشی باشن، یعنی هم دامیننس بیت کوین و هم دامیننس تتر ریزشی باشه که آلت کوین ها بتونن رشد بکنن، آلت کوین ها بتونن نفس بکشن. و الا اگه این بخواد نزولی باشه این سعودی باشه یا این سعودی باشه این نزولی باشه، روند معکوس داشته باشن، هیچ کدوم پیروز نمیشن و فعلا درجا میزنن آلت کوین ها. اوکی، روند سعودیه. بهتون هم گفته بودم کی این میتونه برگرده. بهتون تارگت 6820 دادم، گفتم از 6820 من انتظار دارم که برگرده به سمت پایین. اوکی، فعلا میشه فضای خریدی برای آلت کوین ها هنوز در نظر گرفت باشه. بریم سراغ
گپ CME ببینیم پر شده، نه اصلا دست نخورده، نه پایین نه بالا، هیچ کدوم دست نخورده. اینجا باعث میشه که اینجا حالا یه کمیشو مصرف کرده، اینجا رو من نگه میدارم که بیاد مصرفش بکنه. اوکی، اینجا میشه محلی که باید بیاد مصرفش کنه. کجاست؟ ناحیه 92,400 تا 91,800 میاد امروز انجامش بده. این بیاد همچین حرکتی بزنه برای ما، خیلی عالی میشه، خیلی عالی میشه و میتونیم سود خارق‌العاده‌ای از بیت کوین بگیریم. اوکی، بیام سراغ پارامترهای دیگه مثل سولانا، ببینیم سولانا تو چه وضعیتیه. بهتون دیروز گفتم همچین خط روندی داره، تا زمانی که اینو حفظ کرده میتونه روند سودیشو ادامه بده، ولی داخل این فضا گیر کرد، یعنی همچین حالتی داره برای ما درست میکنه، یه فشردگیه. اوکی، یه فشردگیه و باید ببینیم که از کجا شکسته میشه. زیر 140 میتونه تا ناحیه 136 و 136 62 و 136 04 برسونه خودشو و یه ناحیه مهمی داره روی 132 66. اوکی، فعلا یه همچین سناریویی میشه براش دید. فعلا وضعیتش اوکیه، بیاد اینجا رو بزنه میتونه حرکت نزولیشو استارت بزنه. اوکی، اینجا رو مد نظرتون داشته باشه، 146 دلار و 12 سنت مد نظرتون باشه. بیاد یه سلی بهمون بده تا ناحیه 136 دلار و 60 سنت. اوکی، 8% بهمون سود میده، مد نظرتون باشه. XRP چی؟ XRP هنوز نظرم عوض نشده. دیروز هم گفتم از 2.20 میتونه حرکت ریزشی بشه، تقریبا 2.20 زده و حرکت داره به سمت 2 دلار و 04 حرکت میکنه. از اینجا انتظار دارم که یه برگشتی ازش ببینم. اوکی، انتظار دارم یه برگشتی ازش ببینم و ببینم که چه اتفاقی میفته. آیا از اینجا ریجکت میشیم؟ ممکنه یه هانتی بکنه، یعنی مثلا بیاد اینجا رو بشکنه بعد به سمت بالا حرکت بکنه. اوکی، فعلا جایی که مد نظرم همینجاست، 2 دلار و 4 سنت. اگه این زیر ببنده و بعد ادامه روند سعودی رو ادامه بده، توی پول بک ها میتونیم ورود بزنیم، یعنی بیاد یه همچین حرکتی برای ما بزنه، ارز ریپل یه همچین حرکتی بزنه، بعد بیاد اینجا، بعد ادامه روند نزولی. اوکی، ادامه روند نزولی. خب کجا نقدینگی داریم؟ ببین اینجا نقدینگی داریم، ارده بلاک هم هست، 1 دلار و 93. اینجا مهمه برای ما، 1 دلار و 74 سنت. یعنی اگه از اینجا نتونست برش گردونه، ناحیه 1 دلار و 93 میشه حمایت بعدیش. اوکی، خب اینجا رو در نظر داشته باشه، 1 دلار و 93 سنت. ارز اتنا رو یه بررسی بکنیم. ارز اتنا بهتون گفته بودم، تارگت دادم، گفتم از اینجا برسه اینجا، برگشت داد. اوکی، برگشت نداد دیگه ما دستش نمیزنیم، برگشت نداد دیگه، ریزش کرده، اومده روی حمایت بعدی. خب این دیگه برای من اهمیتی نداره چون بهش اهمیتی قائل نبود. اینجا جاییه که دیگه از این حمایت مهمتر نداریم. اوکی، یعنی تو تایم روزانه ببینید اینجا یه حمایت سفت و سخت توی تایم روزانه هم هست. اگه نتونه برش گردونه دیگه باید بره روی 2038 جایی که میتونه اتنا رو برگردونه. اونایی که ویدیوی چیز رو دیده بودن، ویدیوی اینکه ما ارزا رو کجا بخریم خیلی مهمه. بهتون گفته بودم 2038 میتونه جایی باشه که شما روی اتنا ورود بزنید. چرا؟ یه الگوی W برای من درست میکنه. اوکی، یعنی چین الگویی برای من اتنا داره درست میکنه. اوکی، یه همچین الگویی داره برای من درست میکنه. پس این که برسه به 2038 چیزی هم نداره، فضا خالیه. برسه فرصت خریده، دوست داشتید میتونید به سبد خریدتون اضافه کنید. توی تایم روزانه ما یه همچین خط روندی داریم، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار داره برخورد میکنه، نمیشکنه. بیاد روی 2038 اینجا خرید بزنه بره به سمت بالا، احتمال شکستش وجود داره.
اوکی، احتمال شکستش این بار وجود داره که به سمت بالا حرکت بکنه. پس ناحیه خریدت مشخص شد کجاست. اوکی، ناحیه خریدت مشخص. پس تا وقتی که به اونجا نرسیده اقدام به خرید نکن روی این ارز. اوکی، بیام سراغ ارزهای دیگه. ارز تون رو من دیروز بررسی کرده بودم براتون، بهتون گفته بودم که دیگه اینجا یکی از محلهایی که شما میتونید خرید بزنید برای معامله شورت. اوکی، هنوزم دیر نیست، یعنی برسه به $3.65 میتونه برای معامله شورت اوکی باشه. همون استاپی که بهتون گفتم $3.18. اوکی، بیام سراغ نات کوین. نات کوین بهتون گفته بودم اینجا یه همچه حرکتی زده، برمیگرده داخل همین باکس. اونایی که گفتن جا موندیم، برمیگرده همین باکس. اوکی، خب فعلا به همین باکسی که ما کشیدیم، ارده بلاک هم هست، برخورد کرده و داره یه الگوی W برای من تشکیل میده. اوکی، یه الگوی W برای من داره تشکیل میده، یه همچون الگویی. اوکی، هنوز اقدام خرید نکردی اجازه بده ناحیه اینجا 2309 2309 شکسته بشه، کندل 4 ساعته ببنده، میتونه خودش رو به 27 برسونه. اگه فکر میکنی جا موندی، اینجا میتونی یه سود تقریبا 17% ببری. اوکی، اگه اومد اینجا نتونست این بالا ببنده، میتونه یه معامله سلی رو بهتون بده، این تا 20.98 میتونه بریزه. اوکی، چند درصد سود میشه از اینجا بخوایم بگیریم؟ 9% میتونه بهمون سل بده. اوکی، بیام سراغ داگز رو یه بررسی بکنیم. داگز هم همون شکلیه، تارگت رو بهمون داده دیگه، اینا رو لازم ندارم، پاکشون میکنم، اهمیتی ندارم برام، اینم پاک میکنم. خب الان ارز داگز اینجا روی یه حمایتیه که اگر دستش بده میتونه تا 11.95 ریزش بکنه. اوکی، اینجا رو دست بده توی تایم 4 ساعته میتونه 13% بریزه، 13.64% میتونه بریزه و اینجا میتونید روی معامله لانگ مثلا حساب باز بکنید. اوکی، حالا بذارید یکم دقیق ترش بکنم چون اونجا تایم روزانه است. اینجا میشه، رنگش هم عوض میکنم، اینجا میتونه واکنش بده. اوکی، 12.51 میتونه واکنش بده، برش نگردوند میتونه واکنش بده. به نظر میتونه یه بالای دیگه هم بزنه، میتونه خودش رو به 16-18 برسونه. اینجا کندل بالاش کندل 4 ساعته بس، میتونه تا اینجا حرکت بکنه. اینجا رو باکس میکشم، داخل این فضا میتونه حرکت بکنه، بعد از اینجا ریجکت بشه به این سمت. اوکی، اینجا رو مد نظرتون داشته باشید. بالای 14.62 حرکت بکنه، میتونه خودش رو به 16.08 و 16.44 برسونه، از اونجا ریزش بکنه تا 12.51. سود خوبی هم میتونید ببرید از اینجا، اگه بده 23% میتونه ریزش بکنه. بیام سراغ ارزهای بعدی. ارز آندو رو یه بررسی میکنم. ارز آندو اینجا رو ما کشیده بودیم، به همون بعد از چند وقت داده اینجا رو، ولی دیگه مهم نیست اینجا. خب کجا مهمه؟ اینجا مهمه برامون، اینجا مهمه برامون، ناحیه 82 سنت تا 80.25. اینجا هم ارده بلاک، جایی که مصرف نشده. میخوای ورود بزنی، اینجا ورود بزن برای ادامه روند سودی. اوکی، بهتون گفتم 82 سنت تا 80.25 میتونه موجب حرکت سودی روند بشه. امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه. ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.